مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک روحانی با اتهام تشکیل مدرسه غیر قانونی خبر داد. به قول منبع، کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه در شهر وحدت اشرف عبدالعلیم سال تولدش 1972 زاده جماعت سیمگنج دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که او خود سواد دانش مکمل دینی نداشته به خاطر پیشبرد روزگار عائله‌اش چند نابالغ را در محیط ناسالم و وضع ناگوار بد سانیتاری به تعلیمات غیر قانونی دینی فرا گرفته است. وزارت کارهای داخلی گفت مدرسه غیر قانونی عبدالعلیم اشرف تقریباً 6 ماه باز فعالیت داشت و او از هر کدام از 300 تا 1000 سومانی حق تدریس می گرفته است. در تاجیکستان یگان مکتب دینی برای تعلیم کودکان عملا وجود ندارد. آخرین مدرسه در کشور بعد قبول قانون نو دین در سال 2011 بسته شدند. یگانه مؤسسه تعلیم دینی در تاجیکستان دانشکده اسلامی به نام امام اعظم است که در بنای مرکز اسلامی جایگیر شده است. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را برای محدود کردن دسترسی ساکنان به تعلیمات دینی تنقید می کنند. اخیراً دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را دیگر باره بر روی خط سیاه کشورهای مورد نگرانی خاص در بابت رعایت حقوق و آزادی‌های دینی مردم وارد کرد. اما حکومت دینی تاجیکستان این گزارش را بی‌اساس نامیده گفت حقوق دینی مردم در کشور پر مراعات می شود.